کاهش آهسته و پیوسته وزن. متوجه شدین که بارها برنامه‌های کاهش وزن موفقانه به فرجام نمیرسه. دلیلش این است که ما وزنی را که در 5 سال یا 10 سال گرفتیم میخواهیم یک شبه از شر از او رهایی پیدا کنیم و این ناممکن است. برای کاهش دوامدار وزن بهتری است که بزرگ فکر کنیم، کوچک قدم بگذاریم. بهترین برنامه برای کاهش وزن این است که از گام‌های بسیار ساده و عملی آغاز کنیم. من 3 چیز بر شما پیشنهاد میکنم. 1. پیش از هر برنامه غذایی 1 گیلاس آب بنوشین. آب غیر از این که کمبود آب بدنتان جبران میکنه، به هضمیت غذا کمک میکنه، سوخت و ساز بدن بالا میبره و یک بخشی از معده را اشباع میکنه و این در نتیجه از این شما احساس گرسنگی کمتر میکنین. یعنی دیرتر غذا میخورین، کمتر غذا میخورین و کالری کمتری میگیرین. 2. قدم زدن یا پیاده روی. بعد از هر برنامه غذایی اگر بتانین بین 20 تا 25 دقیقه قدم بزنین، از یک طرف کالری بیشتر میسوزانین، از سوی دیگر بدنتان فعالتر می باشه و در کنار از این سوخت و ساز بدن بالا میره. از همه مهمتر قند خونتان پایین میره. 3. پروتین یکی از مهمترین منابع غذایی است. بدن پروتین نمیسازه و ما نیاز داریم هر روز باید پروتین بگیریم. پروتین اول سوخت و ساز بدن بسیار بالا میبره، 2 چربی سوزی میکنه، 3 از آسیب عضلات جلوگیری میکنه و 4 عضله میسازه. بهترین مقدار پروتینی است که در ازای هر کیلوگرم وزنتان 1 گرم پروتین بگیرید. مثلا اگر شما 80 کیلو وزن دارین، 80 گرم پروتین یک گزینه خوب است. البته کسایی که ورزش‌های استقامتی و قدرتی میکنن بدون شک به پروتین بیشتری نیاز دارن. پیشنهاد من است که امی 80 گرم یا کمتری که نظر به وزن شما پروتین میگیرین، این در دفعات متعدد بگیرین، نه ای که همه یک باره. امی 3 گام ساده فکر میکنم آغاز بسیار خوب است برای کاهش آهسته و پیوسته وزن. روزگارتان خوش.